خیلی‌ها میان تو استخر و فکر میکنن آب فقط برای راه رفتن خوبه. یکی دو دور میرن و میان بیرون. در صورتی که توی همین محیط آبی کلی تمرین دقیق و علمی وجود داره که واقعا بدن رو قوی میکنه. مخصوصا وقتی از ابزار ساده مثل دمبل‌های اسفنجی و یا نودل استفاده میکنه. ببینید تو آب اتفاقی میفته. آب هم مقاومت میده، هم بدن رو سبک میکنه. یعنی مفصلات فشار کمتری میگیرن، اما عضلاتت مجبور میشن با مقاومت آب بجنگن. همین ترکیب باعث میشه آب درمانی یکی از بهترین روش‌ها واسه تقویت عضلات، اصلاح فرم حرکت و حتی ریکاوری ورزشکارا بشه. دمبل آب درمانی یه اسفنج معمولیه، ولی وقتی میبری زیر آب زور میزنه بیاد بالا. ما از همین زورش استفاده میکنیم که هر فشار، هر حرکت هم عضلاتت رو قوی میکنه، هم کنترل بدن رو بهتر میکنه. مثلا وقتی دمبل رو زیر آب هل میدی، شونه‌ها و پشتت فعال میشن. وقتی از پایین به بالا میاریش، بازوها و عضلات پایدار کننده وارد کار میشن. این تمرین‌ها هم ایمنن، هم عملاً با تکنیک‌های شنا یکیه. نودل هم فقط یه لوله رنگی نیست. خیلی‌ها فقط باش بازی میکنن، در صورتی که با نودل میتونی عضلات کل بدن رو به کار بندازی. وقتی تو آب عمیق با نودل شناوری میگیری، میان تنت مجبور میشه دائم تعادلش رو حفظ کنه و همین تعادل حفظ کردن خودش یه تمرین قدرتمنده. یا وقتی نودل رو فشار میدی زیر آب، عضلات سینه، شونه، پشت دقیقاً مثل یه تمرین مقاومتی فعال میشن، فقط بدون آسیب و فشار اضافی رو مفصلا. پس واقعیتش اینه، تو آب فقط راه نباید بریم، از این ابزارهای ساده استفاده می‌کنیم تا تمرینات هدفدار انجام بدیم. هم فان داره، هم علمی و دقیق کار می‌کنه. تو آب میتونی قدرت بسازی، انعطاف بهتر کنی، دردهای مفصلی رو کمتر کنی و حتی تکنیک شنا رو تقویت کنی. این تمرینات ظاهرشون ساده است، اما وقتی درست انجام بشه بدن رو از پایه قوی می‌کنه.